خب دوستای گلم سلام، امیدوارم خوب باشید. بچه‌ها اومدیم با دوغ تندیس، با لبنیات تندیس و محصولاتی که واقعا نامبر وانن. دوغ 8 گیاه سنتیشون که فوق العاده است، تو رستوران ها خیلی استفاده میشه. دوغ نیم لیتری دارن، دوغ نعنایی دارن. این دوغ نعناییشون هست مینت، فوق العاده هم خوشمزه است و خیلی از رستوران ها بچه‌ها مثل مسلم، قریشی، فارسی، شرف الاسلامی دارن استفاده میکنن. حتی شمشیری من دیروز خرید کردم از شمشیری که محبت کردن، غذا فرستادن، غذای بسیار خوشمزه که دوغ تندیس و ماست تندیس هم باهاش بود و دوغای در واقع به صورت لیوانی هستش. و این دوغای بچه‌ها کوچیک‌ترشون هست، فکر میکنم 250 شون هست که عرضم به حضورتون که خیلی از ارگانا دارن استفاده میکنن. و یه نکته میخوام بهتون بگم که این دوغاشون 75% در واقع ماسته، 25% مخلفات دیگه است، آب و اینها. و ماستای تک نفرشون فوق العاده است. ماست موسیرشون اینو ببین بچه‌ها، ماست تک نفره موسیرشون رو من به شما نشون بدم. خوراک کساییه که میخوان در واقع بیان مثلا باغ. این ویلا رو نشون بده، تا ویلا رو نشون میدی من بچه اینجا رو ببینید یا کنید 1 2 3 بچه ماجیک نیست ها، کیفیت ماسته بچه ها. عمرن بتونید جای دیگه این ماست رو پیدا بکنید. و انواع شیر رو دارن، شیرهای تک نفره و ماستشون هم من یه تستی بکنم. این ماست تک نفرشون هست، این ماست تک نفرشونه که کم چرب هم هست. فوق العاده است بچه. از ماست موسیرم البته باید چیپس هم میگرفتم که دیگه بچه. این هم ماستای سطلیشونه برای رستوران دارا و این هم کره گیاهی و کره حیوانی. بچه ها نامبر وانن خدایی تو این صنعت. خب دوستای گلم اینم دوغ 200cc تندیسه که خیلی از ایرلاین‌های معروف دارن استفاده میکنن ازش. قطعا اونایی که سفر زیاد میرن دیدن این دوغو و اگر ایرلاینی هست که تا الان این دوغو تهیه نکرده میتونه حتما تهیه بکنه. و نکته‌ای که داره بچه‌ها، این خامه بسیار خوشمزه و با کیفیت تندیس هست که خیلی از کافه رستوران ها در واقع دارن استفاده میکنن در تهران، مثل روبل یا ازم بزرگتون که سبوس، که اینو حتما تست بکنید برای پاستاهاتون. فوق العاده در میاد، بسیار خوشمزه است. و حالا ماست به قول معروف چکیده شون هست، ماست ساده شون هست و ماست موسیر و ماست و خیارشون. بچه‌ها اینو ببین، اینو ببین، این دیگه مال خودمه. جای شما بسیار خالی. این محصولات رو تست بکنید، حالشو ببرید. میبینمتون.